بسیار خب در خدمت شما است. بسیار ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. کدومه؟ همون طرف سمت راست. خاموشه. من دستگاه رو خاموش کردم. روشن شد. نه بزنید. سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی سپاسگزارم که این حقیر رو دعوت فرمودید در مورد موضوع کرونا و از آقای معینیان هم تو تشکر میکنم. از من خواسته شده که به طور اول عمومی راجع به این وضعیت کرونا توضیح بدم و بعد بریم سر برخی از سوالات که مطرح هستش. من کلا میکروب شناس کلینیکی هستم، فوق تخصصم هم ژنتیک میکروب های عفونی هست. فعلا در تگزاس هستم، سالها در انیستو پاستور ایران مسئول بخش سل و تحقیقات ریوی بودم به مدت 27 سال و باز هم داریم مطالعه میکنیم و ادامه میدیم. عرضم به خدمت شما که ویروس کرونا که انقدر وحشتناک شده، ببینیم اصلا چرا به این وضع افتاده. این ویروس قبلا به صورت سرماخوردگی بود و همینجا خدمتتون بگم موجودات مختلف کروناهای مختلف دارن. حالا مال انسان یک سری، مال حیوانات یک سری و یک نوع ویروس کرونا هست که در پای خفاش که ما بهش میگیم هورس شو بتل همیشه وجود داشته. این چیزی نبود که تازه بیاد. اولین بار حالا گفتن که این ویروس کرونا از پای همین خفاش و سپس به مورچه‌خوار پولکدار و گویا در چین اینو مردم خوردند و مبتلا شدند. در سال 2002 که این اتفاق افتاد، از 9000 نفر آلوده 10% حدود 800 نفری مرحوم شدند. این مسئله جمع شد اون موقع و واکسنی هم برایش ساخته شد که بعد اومدن در سال 2011 بود که در عربستان سعودی نوع جدیدش پیدا شد به نام مرس که میدل ایست مال خاورمیانه که گویا شترها که میرفتن به سمت آفریقا به وسیله این خفاش حالا یا گزیده شده بودن یا آلوده شده بودن، این شترها رو که خورده بودن ویروس جدیدی به وجود اومد به نام مرس که اون از حدود از 830 نفر که آلوده شدن حدود 420 نفر مرحوم شدن. این هم نوع دومی که پدید اومد. اما همه اینها بسیار محدود بود، کوتاه بود و از بین رفت. مسئله‌ای که به وجود اومد این که در سال 2015 در یک آزمایشگاهی در چین که من اینو همه بسیار مهم هست، در سال 2015 در آزمایشگاهی در ووهان چین یه تعداد از دانشمندا در اونجا اومدن این ویروسی که در اولین بار این بیماری رو ایجاد کرده بود، این ویروس دارای یک شاخک هست که این شاخک به یک ناحیه اختصاصی از سلول‌های ریه ما میچسبه. در اونجا یک آمینو اسیدی هست به نام لایزین که حتما میاد در اونجا سوار میشه و بعد از سوار شدن با یک آنزیمی سلول باز میکنه، فلوکنایز یا کربوکسی پپتیداز که این وارد سلول میشه. زمانی که وارد سلول شد، سلول بدن ما موتوری داره که تمام ساخت و ساز و برای ابعاد بدنه این ویروس میتونه تکثیر کنه. یعنی ویروس به خودی خودش در بیرون اگر بمونه بعد از چند ساعت از بین میره. حالا تئوری از 2 ساعت یا بعضی از مقالات گفتن تا 8 ساعت، یه دونه هم گفته چند روز، اما از بین میره. زمانی میتونه تکثیر بشه و بقا بیاره که حتما وارد سلول بشه و در اون سلول موتور ساخت و ساز برای ابعاد اجزای مختلف این ویروس وجود داشته باشه.
در سال 2015 در این آزمایشگاه در چین چند تا دانشمند میان یک کار غیر عادی انجام میدن و اون این بود که این ویروس اصلی که بیماری ریه رو ایجاد میکرد با اون شاخک خودش، اومدن شاخک اینو برداشتن و شاخک ویروسی که در پای خفاش هست که بین خفاش ها ویروس حیوانی حرکت میکنه و ربطی به انسان نداره، اون رو اومدن زدن به این ویروس انسانی. یعنی ما یک دونه فرض بفرمایید انسانی داریم که دستش حالا دیگه دست انسان نیست، دست یک حیوان دیگه است، موجودی ساختن، این هم اسنادش است. اومدن این شاخک ویروسی که در پای خفاش بین خودشون بود و به انسان کاری نداشت اون رو بریدن و شاخک این رو برداشتن، یعنی موتور ویروس انسانی است، شاخک ویروس پای خفاش هست. بعد اومدن این رو در آزمایشگاه انتقال دادن به موجودی به نام مورچه‌خوار پولکدار که بهش میگن سیوید. این ویروس وقتی وارد این موجود شد برای بقای خودش جهش ایجاد کرد. در داخل این موجود در نوک شاخک 14 نوع جهش ایجاد شد که از این 14 نوع جهش 5 نوعش بسیار کشنده است. حالا از این مورچه‌خوار پولکدار موجودی که بیرون اومده یک موجود وحشتناکی هست که نه تنها شاخکش مال خودش نیست، جهشی هم کرده که این جهش باعث میشه که در داخل سلول تا 270 برابر میتونه تکثیر بشه. آنزیمی هم داره که وارد سلول میشه. زمانی که این وارد بدن انسان شد که این خانم اومد اعلام کرد که بجنبید که یک بیماری وحشتناکی در 2015 به دنیا میاد و امتحان کردیم واکسن هایی که تا حالا ساختیم روش اثر ندارد، داروهایی که داریم روش اثر ندارد، لذا یک اپیدمی جدیدی در دنیا میاد که نمیشه جلوش گرفت. افرادی که در دنیا خب متحقق میکردن با اینها تماس گرفتن که بدونن چیه داستان، چون دیدن اثری از این گروه نیست. یعنی هرچی، چون تو مقالات کارسپاندینگاتور داریم دیگه، نویسنده ارشد، هرچی اینترنت و تماس میبینیم اینها نیستن فعلا. حالا چرا نیستن من تفسیری روش ندارم چون من بحثم علمیه، کاری ندارم، حالا شاید استفاده دادم. علی نهایه این بیماری که راه افتاد، ما مواجه شدیم با موجودی که اول اومدن گفتن که این موجود به ریه حمله میکنه. چرا؟ چون انژیوتنسین کانورتینگ انزیم تو 85% این سلول ها در ریه ما هستن. در قلب هست، در کلیه هست، در لایه لیومن روده هست، در ارزن بیضه هست، در رحم بانوان هست، همه جا. اما 85%ش در سلول های ریه ما هست. اول اومدن گفتن که این ویروس در ریه وارد میشه و مشکلی نیست و این حرفا. بعد دیدن نه، بعد از این از ریه وارد شد به قلب هم حمله میکنه. بعد گفتن که این ویروس به پیرمردا و سنین بالا حمله میکنه و به جوانان کاری نداره. بعد دیدن که نه اینطور نیست، به جوانان هم کار داره. بعد گفتن این ویروس سرما دوسته و دیگر گرما از بین میره. دیدیم که نه، تو بندر عباس و اینا هم شیوع پیدا کرد و خیلی هم گرما دوست. ما در تاریخ ویروس شناسی موجودی نداریم که هم گرما دوست باشه هم سرما دوست باشه. موجودات اصولا با یک خاصیت گیاهمه، با یک خاصیت ژئولوژی خاصی زندگی میکنن، نمیتونن دائم تغییر پیدا کنن. دیدن این نیست. بعد از مدتی دیدن که این ویروس در رگ‌های فمور، رگ‌هایی که خون رسانی میکنه، لخته ایجاد میکنه. در بیمارستان‌های قلب دیدن بیمارانی که رگ‌هاشون لخته میشه و سپس سکته‌های قلبی ایجاد میشه.
یه دفعه گزارش شد که در 43 مورد سکته های مغزی دیده شده. بعد از یه مدتی اومدن اعلام کردن نه بچه ها هم میگیرن و سپس گفتن این ویروس اخیراً دیابت ایجاد میکنه. آخرین خبر اومدن گفتن که هم به رحم بانوان حمله میکنه که اینها رو از تولید مثل فلج و هم به آقایون استریل میشن و از ما میگیم فرتیلیتی میفتن. اومدن مطالعه کردن دیدن که در یک ناحیه از این ویروس تا به امروز که خدمتتون نشون میدن که توی ساختمانی هست 348 مورد جهش ایجاد کرده. یعنی 348 مورد اومده خودش رو هی عوض میکنه برای چسبیدن به ناحیه‌ای که میخواد. در اون ناحیه شاخکش که میچسبه 27 نوع جهش تا حالا در دنیا جهش کشنده پیدا شده. این ویروس رو میبینیم که هر 3 بار که تقسیم میشه یه جهش انجام میده. خب حالا سوال این مطرح میشه که این جهش ها میتونه بدتر کنه وضع ما رو و یا میتونه خودش رو خاموش بکنه. این هم هست. اما چیزی که تا حالا ما داریم میبینیم این جهش ها باعث شده در اطراف دنیا جهش های مختلف. به عنوان مثال همین هفته 1 ماه قبل در دانمارک اعلام شد جهش جدیدی شده که مینک رو از بین میبره و هفته قبل هم در انگلستان اعلام کردن در ناحیه ولز و ساسکس یک جهش دیگری باز ایجاد شده که الان نمیدونن این جهش جدید آیا بیماری رو و واکسن رو تحت تاثیر قرار میده. دارن مطالعه میکنن ببینن این جهش. حالا چرا این ویروس انقدر وحشیانه خودش رو عوض میکنه؟ به خاطر داشتن اون شاخکی است که متعلق به خودش نیست و این موتور با اون شاخک همخوانی نداره. 2 تا موجود رو به هم وصل کردن. اینی که خدمتتون گفتم اینها اثبات شده است، گفته های من نیست، مستند روش وجود داره. اگر هم بخواید تقدیم میکنم، عکسشو بگیرید و به هر کی هم میخواید نشان بدید. یعنی تمام مستنده. من صحبتی که مال خودم باشه عرض نمی کنم. این مطلب. حالا بریم سر یک مطلب دیگری. آقای اومدش، من اینو در چند ماه قبل که در تلویزیون ایران بودم اعلام کردم که شما به زودی با جهشی در ایران و جهان روبرو هستید که این جهش بسیار خطرناک است و جمعیت رو میگیره. خب اون روز توجه نشد، حالا یا باور کردنی نبود. این جهش اعلام شد. الان خدمتتون در اینجا عرض میکنم که الان ما رو به کاهش هستیم، اما در تاریخ اسفند ماه جهش دیگری داریم در جامعه که این تا خرداد ادامه پیدا میکنه. این مستند مال دانشگاه کلمبیاست که مطالعاتی که در جهان کردن به این نتیجه رسیدن این ویروس یک جهش بسیار بدی خواهد کرد که دوباره با با شواهد بالینی دیگری پدید میاد. به عنوان مثال یک عارضه‌ای که اخیراً دیده شده که افرادی که نمیدونیم چرا یه دفعه پلکشون میزنه و یا به لکنت زبان دیده شده، در ایران هم دیده شده. اومدن گفتن که پس این هم یک مستندی که من اینجا ارائه میدم خدمتتون. اومدن من یک مطلبی رو حالا خوشایندتر باید عرض کنم خدمتتون. این هست که یک مطلب بسیار جالبی دارم که با اون این هستش که الان میگم ایراد نداره، میرسیم به راه حل. اومدن گفتن ما بیایم برای این ویروس واکسن بسازیم. الان بحث واکسن در دنیا هست. بالغ بر تا اونجا که من میدونم بیش از 130-140 نوع واکسن دارن در دنیا میسازن. واکسن های مختلف دارن میسازن، از روسیه، از چین، کشور خودمون، مدرنا، فایزر،
بیوتک آلمان، همه اینا میلیاردها میلیارد هم پول برای اینها خرج شده و هر کدوم از این دانشمندان هم یکی دو واکسن سازی کار ساده اینی. من خودم یکی از پایه‌گذاران واکسن هپاتیت در کرج هستم که با کوبایی‌ها انتقال تکنولوژی به ایران دادیم، همین واکسنی که به بچه‌هامون میزنیم. واکسن سازی کار بسیار پیچیده‌ای هست و رشته‌های مختلف رو میطلبه که خدمتتون عرض می‌کنم. اومدن گفتن ما این واکسن رو تهیه بکنیم و این حرفا. سوالی که الان مطرح هستش و اخیراً هم دانشگاه کلمبیا اعلام کرده که اگر این واکسن اثر نکرد چه میکنید؟ از دانشگاه کلمبیا پروفسورای ویرولوژی چندین نفرن. چرا اینو میگه؟ خب ما قبلا هم این ویروس سرماخوردگی رو میگرفتیم، قبلا هم بود، هی میگرفتیم، ایمن نمیشدیم، سرماخوردگی دوم رو میگرفتیم، باز ایمن نمیشدیم، سرماخوردگی سوم میگرفتیم. فقط جایی که این ویروس میچسبید فرق کرده، چه به خاطر جهشی که کرده 71% ژنش مطابقت داره با اون ویروس های سرماخوردگی، 29%ش به خاطر این جهش ها عوض شده، یعنی موجود جدید سرماخوردگی شده، به جایی که به اون منطقه اصلیش بچسبه به جای دیگری عوض شده. خب ما در اون زمان که این سرماخوردگی ها رو میگرفتیم ایمن نمیشدیم دیگه، میگرفتیم. خب الان هم ما بیمارانی داریم هم در ایران هم در دنیا یک بار گرفتن، بعد از 2 ماه 3 ماه دوباره میگیرن، بار دوم شدیدتره. بیمارانی داریم که 3 بار گرفتن. اومدن میگن که درسته که ما این بیمارانی که داریم که 3 بار گرفتن، اما اینا 10%، اون 90%ش اینطوری نیست. خب اون 90% که گرفتن دیگه حفاظت میکنن خودشونو، نمیان. اون به خاطر ایمنی نیست، به خاطر حفاظتی است که فاصله و غیره هستش. پس الان که ما خدمت شما هستم، در دنیا هیچ کسی نمیتواند به شما بگوید که این واکسن شما رو ایمن میکنه. تنها چیزی که هستش شما آنتیبادی تولید میکنید که تا اونجایی که ما میدونیم این آنتیبادی لایف تایم نیست، دراز مدت نخواهد بود. فعلا نظر ما اینه که 3 ماهه. حالا میگن 2 بار میزنید. حتی اگر 2 بار هم بزنید ایراد نداره. یک ایمنی رو به گروه پزشکی، به اینایی که سربازها، به پیرمردا، پیرزن، کسانی که توی خانه های سالمندان هست، یک ایمنی کمی میده. اما این به هیچ وجه به این معنی نیست که این دوباره کرونا نمیگیره. خب حالا در این واکسن شما اومدی از موجودی استفاده کردی که 1 یا 2 نوع جهش داشته. حتی اگه شما به اینم ایمن بشی، جهش های دیگر رو چی کار میکنی؟ اونا رو میگیری، چون این موجود خودش رو عوض میکنه. خب راهی که پیشنهاد میکنن اینه که کشورها مثل کشور خودمونی ها، اینا باید این موجودات جهش یافته رو به صورت بانک اطلاعاتی جمع‌آوری کنن که ما داشته باشیم که ما مثلا چه چیزی داریم در هر منطقه‌ای، چه جهشی داریم که چه بیماری رو داریم. اینها رو نگهداری میکنن در بانک میکروبی، بانک ویروسی. هر سال باید از این جهش یافته ها که اکثریت کشندگی رو میده واکسن بسازن، مثل واکسن آنفولانزا. یعنی امسال شما مثلا مواجه واکسنی داری که 80% کشندگی ها رو به شما ایمنی میده، باز شما تو اون 20% آنفولانزا، چنان که الان آنفولانزا سالی 8 میلیون نفر میگیرن، 500,000 نفر هم مرگ و میر تو دنیا داریم با اینکه واکسن میزنیم. پس برای این هم تنها راه ما همین خواهد شد در آینده. از من سوال کردن خودت واکسن میزنی؟ من فعلا نمیزنم برای خودم، چون اینی که وجود داره منو دفاعی به من در اون مجموعه نمیده. این سلام. این یک مطلب. حالا بریم سر مطلب جالبتر بعدی که پس
رسیدیم به اینجایی که واکسن هایی که دارن میزنن فعلا به این صورت هست که یک دفاع نسبی ضعیفی میده. ما اصلا قبول نداریم که این دراز مدت، حد اکثر 2 تا 3 ماه هست. هیچ کس هم نمیتونه. به همین خاطره که مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا اعلام کرده حتی اگر شما واکسن بزنید مجبورید ماسک و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. یعنی اینجوری نیست که واکسن زدی اینو نزنید، چون خودشون هم میدونن این ایمنی دائم نیست. سوال این هستش که اگه وقتی شما با یک فردی که ویروس رو داره اما سرفه نمیکنه، این با هر نفس کشیدنش 20 عدد ویروس رو رها میکنه. یعنی اگه من این ویروس رو داشته باشم، صحبت هم نکنم، سرفه نکنم، عطسم نکنم، با هر نفس کشیدنم 20 عدد ویروس رو رها میکنه. شما برای اینکه این بیماری رو بگیرید مینیمم 1000 عدد رو نیاز دارید. پس من اگر با شما 45 دقیقه صحبت کنم در کنار شما این بیماری رو میگیرید. حالا زمانی که من صحبت میکنم هر بار 200 عدد رها میکنم. اون زمانی بود که من صحبت نکنم. پس در این صورت من اگر با شما 5 دقیقه صحبت کنم شما بیماری رو از من میگیرید. زمانی که من سرفه و عطسه میکنم 200 میلیون رها میکنم. این 200 میلیون کافی هستش که اگر من ماسک نداشته باشم که یه مقدار حالا جلوشه و در فضای محصور باشم میتونم آلوده کنم همه رو. پس ما اینو توصیه میکنیم که در همه شرایط شما ماسک رو داشته باشید و فاصله 2 متر رو رعایت کنید و از کسانی که عطسه و سرفه میکنن دوری کنید، چون او رها میکنه و خواه و نخواه. اومدن میگن که این ویروس در سطوح که میشینه سنگین هست و نمیگیرید. این صحت نداره. همه سطوح باید همیشه ضد عفونی بشه، دستها با الکل و غیره به کرات، چون این ویروس عفونیه. نکته بعدی اومدن میگن که این ویروس از مدفوع انتقال پیدا نمیکنه. این صحت نداره. این ویروس در لومن روده تکثیر میشه و از مدفوع خارج میشه. لذا کسانی که آلوده هستن همینجا خدمتتون مستنداتش هست، اینها در مدفوعشون ویروس کرونا رو دارن. لذا میتونن از توالت های عمومی به واسطه ترشحات پخش شده و نفس کشیدن این بیماری رو بگیرن. پس این چیز اثبات شده است. سوال بعدی که مطرح میکنن اینه که خب حالا که همچین مسئله‌ای هست آیا راه حلی وجود داره که ما یه پیشگیری بکنیم که یه خورده کمتر این ویروس رو بگیریم؟ بله وجود داره. من در سال 2011 بعد از اینکه این ویروس مرس که از خفاش به شتر انجام شد و 400 خورده از بین رفتن، تعدادی دانشمند اومدن گفتن ما بیایم مطالعه بکنیم ببینیم که در داخل سلول ایمنی ما چه اتفاقی میفته که این ویروس ها اینجور تکثیر میشه. در این مطالعه که مقدارش هم در چین انجام شده که اینجا هستش، اومدن دیدن یک دونه پروتئینی ما داریم در داخل سلولای خونیمون، ماکروفاج ها، گلوبولای سفیدمون پروتئینی داریم به نام سلنوپروتئین. سلنوپروتئین پروتئینی هستش سلنیوم که آنتی اکسیدانت هست. آنتی اکسیدانت ها چی هستن؟ آنتی اکسیدانت ها از سلنیوم بگیریم تا ویتامین C، ویتامین D و ویتامین E و زینک، اینها
آنتی اکسیدنت ها بار منفی دارن، الکترونی رو کم دارن و میچسبن به بار مثبت ویروس ها. یعنی اینها وقتی که ویروسی با بار مثبت به بدن ما حمله میکنه، چنانچه سلن پروتئین بالا باشه شروع میکنه آب اکسیژن رو ترشح کردن. آب اکسیژنی که یک الکترون کم داره بهش میگن ریاکتیو اکسیژن. این ریاکتیو اکسیژن ویروس ها رو میگیره و از کلیه دفع میکنه. اگر به همین نگاه کنیم، من حدود اغراق نکنم 10 بیمار رو که در حالت بسیار بدی بودن با این دارو، یعنی مصرف سلنیوم پلاس 160 میلی گرم 2 تا قرص صبح، 160 میلی گرم شب، به اضافه دوز بالای ویتامین C. مقدار ویتامین C میشه 2000 میلی گرم در روز، یعنی 1000 میلی گرم صبح، 1000 میلی گرم شب. برای این گفته مستندی وجود داره که بین مرکز کنترل بیماری‌های آمریکا و کانادا صحبت شده و در سال مارچ 2020 این چاپ شده. میگویند که اگر کسانی که سلنیوم پلاس رو به اضافه دوز بالای ویتامین C مصرف کنن، حتی اگر ویروس کرونا بهشون برخورد بکنه نمیگیرن، چون انقدر این بارهای ریاکتیو اکسیژن نوزاد بالا هست به اینها میچسبه و از بدن دفع میشه، به شرطی که شما روزی 2 لیتر مایعات مصرف کنید، شامل چایی، آب، بالاخص آب هویج و آب سیب. چرا آب هویج و آب سیب؟ در آب هویج ویتامین D و کاروتن وجود داره که باز آنتی اکسیدنته و در آب سیب هم که ویتامین های مختلف و این و زینک هم همینطور، یعنی روی. خب پس این یک درمان پیشگیری کننده بسیار قوی هست برای اینکه شما کرونا رو نگیرید. سوالی که میکنن میگن حالا اگر گرفتیم چی؟ خب در موقعی که گرفتید اون موقع دیگه دارو فرق داره. ما باید به آنتی اکسیدنت های تزریقی پناه ببریم که اون بحث بیمارستانی هستش که توضیح داده شده. آمپول ویتامین C تزریقی 1 گرم در رگ و یا 5 گرم در سرم به اضافه سلنیومه. این همه مستند هست که جلوگیری میکنه از بیمار شدن و نجات بیماران. پس این هم مطلبی در مورد روش این مسئله که خدمتتون عرض کردم. اگه سوالی دارید بفرمایید. من مطلب زیاد دارم ولی نمیخوام وارد کلاس درس بشم. سوالی هست بفرمایید، من میتونم باز ادامه بدم، مشکلی نیست. بفرمایید. آفرین. خب نظر شخصی ما بگم یا نظر مستند؟ من نظر شخصی رو سعی میکنم نگم، چون حوصله درگیری با هیچ موجودی را ندارم. یک نه کلا، چون الان میدونید خب خیلی صحبت ها هست. عرضم به خدمت شما که آنچه که مسلم هست چین سازنده این ویروسه. چی فرمودید؟ میگم دوربین خاموش کنم تا شما راحت کنم. نه هر جور راحت است. من میخوام بحث علمی فقط بکنم، چون من رو مستندات میخوام صحبت کنم که اگه مورد سوال قرار گرفته